یکی از کمبودهای اصلی ما مردم افغانستان به خصوص بعد از بروی کار آمدن طالبان کمبود همسویی و همکاری و اعتماد میان نیروهای مخالف طالبان است. افغانستان لانه امن هراس افکنان خارجی خیلی خطرناک داعش و القاعده یه خطر جدی است. هر نوع سهلنگاری در برابر این تروریسم بهای سنگینی خواهد داشت. در میان پاکستانی ها باور به این است که حملات 11 سپتامبر دوباره تکرار خواهد شد. اگر اوضاع چنین ادامه پیدا کند ما در 1-2 سال آینده با یک جمعیت کلانی از افرادی که هم از لحاظ فکری مسلح هستند و هم از لحاظ فیزیکی مسلح هستند روبرو خواهیم بود. داعش نیرومند شد. آیا ناتوانی طالب در مهارشان یا نادیده گرفتنشان؟ اینها چنان از نظر سازمانی و فکر با هم تنیده شدن که جدایی میان اینا کار آسان نیست. در حال حاضر در اروپا حتی در آسیا هم طالبان دست بالای دیپلماتیک در کشور دارند. طالبان توانایی حکومتداری ندارند. طالبان قدرت گرفتن اما حکومتداری یک چیز دیگه است. حتی حکومتداری بعد بی همسویی کشورهای همسایه افغانستان با مردم افغانستان میتونه وضعیت تغییر بکنه. تلاش‌های نظامی امکان از اینکه بیشتر بشه وجود داره، ولی من شخصا طرفدار جنگ و خونریزی نیستم. نسل دوم طالب به مراتب بدتر از اولش است. سیاست فعلی است جوانان افغانستان به مسابقه جوانان جهادی و جهادگرا و دشمن تمدن، دشمن دانش نوین و دشمن انسانهایی که با طالبان متفاوت میاندیشند پرورش بدن. اسفنتو در یه واخر نشست‌های زیاد سیاسی بیرون از افغانستان برگزار میشه از ترکیه اگر شروع بکنیم، بعدش هم ویانا و ایم نشست دیگه. اما چقدر میتونه واقعا بر تغییر اوضاع و تمرکز جامعه جهانی بر وضعیت افغانستان تاثیرگذار باشه؟ خب اول که من تشکر میکنم از اینکه فرصت شما دادین بر من. یکی از کمبودهای اصلی ما مردم افغانستان به خصوص بعد از بروی کار آمدن طالبان کمبود همسویی و همکاری و اعتماد میان نیروهای مخالف طالبان است از یک سو، و از سوی دیگه تثبیت اهداف مشترک است. ما باید تمام نیروهایی که با حاکمیت مردم اعتقاد دارند، به حقوق بشر، به حقوق زنان و به آزادی و مهمتر از همه و داشتن یک دولتی که در قانون اساسی باشه و انتخابات در صورت بگیره و تمام مردم افغانستان آزاد از تبعیض و ستم در کنار یکدیگر زندگی بکنن و بر سرنوشت خود تصمیم بگیرن. ما به چنین حکومت نیاز داریم و ما باید نزدیکی ها میان نیروهای اپوزیسیون فراهم کنیم. این گفتگوها ضمیمی چنین نزدیکی های فراهم میکنه و کمک میکنه. طبیعی است که با در نظر داشته شکست ها و شوکی که بر سر مردم آمد به خصوص سیاسیون و نخبگان افغانستان، یک تلاش بسیار سخت و زمانگیر است و زمان با تلاش های سیاسی مبارزات نظامی هم به پیش برده میشه، چنان که در نشست ویانا همزمان با مسائل سیاسی مسائل نظامی هم مطرح بود. دو جبهه مخالف طالبان که عملاً در نبرد یا مبارزه نظامی با طالبان هستند حضور داشتند. خب به هم حال من شخصا خود و دوستان ما بخشی از نیروهایی هستیم که مبارزه سیاسی و مدنی میکنیم و به تمام مردم افغانستان و آنانی که انواع مبارزه برای حل موضوع افغانستان برگزیدن هر کس به توان خود به هم مبارزان احترام داریم و اونا بخشی از آینده افغانستان صلح‌آمیز دارای قانون اساسی و دموکراتیک میدانیم. من فکر میکنم که هیچ کس از سر عشق و علاقه و دست به اسلحه نمیبره. اگر سیاست طالبان چنین ادامه پیدا بکند، اگر اینا درس نگیرن از ظلم و ستم و تبعیضی که انجام میدن و ورزش های مردم افغانستان احترام نمیگذارن و زنان افغانستان که نیمی از جامعه ما تشکیل میدن از زندگی اجتماعی و سیاسی محروم میسازن، با کمال تاسف باید بگویم که حتی تلاش های نظامی امکان از اینکه بیشتر بشه وجود داره. ولی من شخصا
طرفدار جنگ و خونریزی نیستم. هر کس آزاد است نوع مبارزه خودش انتخاب کنه. این مبارزات نظامی چگونه گسترش خواهد یافت در حالی که جغرافیای از افغانستان نزد مخالفان نظامی طالبان نیست؟ خب ببینین، این خوب بیشتر شما از نظامیان بپرسیم. همونطور که من خدمت شما عرض کردم، مربوط به بخش صلح‌آمیز و کاملا صلح‌آمیز مبارزه هستم و آرزو دارم که به شیوه‌های مدنی و صلح‌آمیز موضوع افغانستان حل بشود. اما در جنگ ها عادتا شما وقتی که میبینین بی‌عدالتی ها گسترش می‌یابند، همیشه جنگ های رهایی بخش به صورت جنگ های چریکی آغاز میشه. جنگ های حمله کن و گریز است و در آغاز جنبش ها کوچک هستند، ولی اگر اصلاحات نیاید، ولی اگر ستم همچنان ادامه پیدا کند، چنین جنگ های گسترش می‌یابند و امکان تبدیل چنین جنگ های به جنگ های جبهه‌ای ممکن است. یعنی شما تمام تاریخ جنگ های چریکی در چین، ویتنام و جای دیگه که مطالعه بکنیم همینطور بوده است. درست. و ما همیشه هم حتی تا امروز هم حرف صلح با طالب گفته میشه و دست صلح به طرف طالب دراز میشه. طالبه که تا 2021 در قدرت نبود به صلح نمی آمد، حاضر نبود به صلح با حکومت افغانستان. پس حالا که کل قدرت با دستش از فکر میکنیم. من با شما کاملا هم نظر هستم. من در اون وقتم با اعتقاد داشتم که طالبان یک صرف زبان زور میفهمن و حاضر نیستن موضوع افغانستان از طریق صلح‌آمیز و گفتگو و حق دادن به دیگه مردم افغانستان و مخالفان خود حل بکنن. امروز هم به این نظر هستم. اما اعتقاد دارم که اگر مبارزات مردم افغانستان، بخصوص مبارزات صلح‌آمیز و مبارزات مدنی زنان افغانستان گسترش بیابه و دارای سازماندهی بهتر شود و همسو شود و در عین زمان که نیروی محرکی اصلی باید نیروی داخلی باشد و در عین زمان طالبان همچنان تجرید بین‌المللی ادامه پیدا بکنه و زیر فشار دیپلماتیک قرار بگیرن، احتمال نسبی هست که حاضر بشن به گفتگوهای صلح. ولی اگر حاضر نشون، همونطوری که عرض کردم، و چنین ادامه پیدا بکنه، طبیعی است که مردم از روی ناراحتی و اختلاف دست به کارهای دیگه خواهد زدن. چگونه فشارهای دیپلماتیک در حال حاضر در اروپا، حتی در آسیا هم طالبان دست بالای دیپلماتیک در کشور دارن؟ خب ببینین، این ما میدانیم که کشورها از روی ناگزیری هایی که دارن با طالبان گفتگو میکنن، همکاری میکنن، به خصوص کشورهای همسایه ما که من از نزدیک میفهمم که مشکل مهاجرین است، مشکل آب است، مشکل مسائل مواد مخدر است، تهدیدهایی که تروریستی که از افغانستان با کمال تأسف متوجه این کشورها هستند، از روی ناگزیری کوشش میکنن با اینها یک نوع تعامل بکنن. ولی از دید من تعامل هم مشروع نیست، ولی کشورها منافع ملی خود در نظر دارن و چنین کارهایی را انجام میدن. با کمال تأسف گروه های گوناگون طالبان امروز با کشورهای گوناگون وابستگی دارن. برخی ها با همسایه های ما وابسته هستند، برخی ها به قدرت های بزرگ به شمول ایالات متحده وابسته هستند، از اینا پول میگیرن، حمایت میشون. این حالت ها وجود داره، ولی در مبارزه سیاسی سیاه‌سفید وجود نداره، رنگ های گوناگون وجود داره. و من عرض میکنم خدمت شما، یک بار دیگه تاکید میکنم که با کمال خوشبختی که طالبان قوی ترین مخالف خود هستند. آدم از یک طرف در درون طالبان هیچ نوع یک سیاست یک دست و واحدی در قضایای اساسی و ملی افغانستان وجود ندارد. دوم، اختلافات طالبان در این اواخر همگی ما میدانیم که اوج گرفته و اختلافات تا ابد نمیتواند چنین ادامه پیدا کنه. و سوم، مخالفان طالبان هم هر روز در دست به مبارزات گوناگون میزنن و این نشان از این داره که طالبان توانایی حکومتداری ندارند. طالبان قدرت گرفتن، اما حکومتداری یک چیز دیگه است. حتی حکومتداری بد، حکومتداری خوب این است که به مردم خدمت بکنین، عدالت اجتماعی تامین بکنین، کار تامین بکنین، حقوق و آزادی های شهروندان رعایت بکنین و مسائل صحی، تعلیم و تربیه و آموزش برای مردان و زنان بپردازین. اینا چیزهایی است که از طالبان بسیار بعید است. اما
کشورهایی که شما اشاره فرمودین و نام نگرفتین و من هم نام نگرفتم به دلایل ژئوپلیتیک است که با طالبان تعامل میکنن. اما اسپانیا، آلمان، حتی سفیر افغانستان در سویدن هم به کارش نتونسته با ما بده. ترکیه ببینین خب ما روی تک تک کشورها صحبت نمیکنم، ولی این کشورهایی که شما نام گرفتین مثل اسپانیا، آلمان، انگلیس و غیره، اینها به طور مثال با جز از همکاری های انسانی هیچ نوع به رسمیت شناسی دیپلماتیک ندارن. درست. اما به همسویی کشورهای همسایه افغانستان با مردم افغانستان میتونه وضعیت تغییر بکنه به نفع مردم افغانستان؟ من فکر میکنم که یکی ما باید تفکیک بکنیم میان آنچه که ما آرزو داریم که بشود و خوب است برای مردم ما و اویی است که در عرصه داخلی اساس قضیه همی است که مردم افغانستان جریان‌های سیاسی گوناگون بر روی اهداف اصلی و کلان باید توافق بکنن. مبارزه تماشاچی بودن و بی حرکتی نیست. حتی مبارزه صلح‌آمیز هم باید تلاش‌های صورت بگیره، صحبت شود، گفتگو شود، برنامه‌های نوشته شود روی خطوط کلی مانند تمامیت ارضی افغانستان، استقلال افغانستان، قانون مداری در افغانستان، قانون اساسی آیندی افغانستان، عدالت اجتماعی در سراسر افغانستان، رفع تبعیض قومی و تبعیض فرهنگی در افغانستان، رفع تبعیض جنسیتی در افغانستان. اینا مسائلی است که باید روی توافق شود، در غیر از هیچ نوع وحدتی با وجود نمیاد. در عرصه بین‌المللی هم با کمال تأسف نفوذ کشورهای همسایه و خارجی کلان بیرون از منطقه ما آنقدر در افغانستان زیاده است که بدون همکاری میان کشورهای همسایه، منطقه و جهان غرب امکان استقرار صلح در افغانستان بسیار ناچیز است. و پاکستان که تا به قدرت رسیدن دوباره که طالبان حامی بزرگش بود، کار با طالبان میکرد، حالا روابطشان تیره از حتی طالبان را به پناه دادن به مخالفین خودش متهم میسازد. ما به یاد دارم در چندین صحبت با رهبران نظامی و ملکی پاکستان، سران دولت افغانستان، وزرای افغانستان و به خصوص سران حکومت به همسایه پاکستانی ما هشدار دادن که هر کس که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده بکنه بالاخره خود مبتلا به درد تروریسم میشه و شما نکنین این کاره. اما با کمال تأسف آنها فکر میکردن که یک حکومت دست نشانده در افغانستان روی کار میارن و افغانستان کاملا زیر کنترل میگیرن، در حالی که منطق مدارجویی و استفاده ابزاری از تروریسم چنین نیست. همیشه جنبش های تروریستی زمانی که رشد میکنن و کلان میشن میتونن منطق خود پیدا بکنن. امروز نیروهای ضد پاکستانی متاسفانه در افغانستان لانه دارن، حمایت میشن. نیروهای ضد چینی در افغانستان لانه دارن، نیروهای ضد تاجیکستان، حملات تروریستی در ایران شما در معابد و زیارتگاه ها شاهد بودین صورت گرفت. اینها خطرات و تهدیدات بسیار جدی برای منطقه ما و در میان مدت برای جهان است. حال من فکر میکنم زمان آن است که ما به جلو ببینیم. ای که کی چی کرد کی نکرد همه ما میدانیم، مردم افغانستان بهتر میدانن. ما معتقد هستیم که ما با همسایه های خود باید به دشمنی های تاریخی پایان بدیم و یک رابطه متمدن و انسانی بر اساس احترام متقابل، احترام به تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر به وجود بیاریم. این تنها راهی است که ما میتونیم مشترکاً تروریسم براندازیم. اما آقای اسمت، در میان پاکستانی ها باور به این است که حملات 11 سپتامبر دوباره تکرار خواهد شد؟ یعنی به باورشان افغانستان لانه امن هراس افکنان خارجی خیلی خطرناک داعش و القاعده است. خب ببینین، من نمیگم که کی کار کرد، دوباره نیاز نیست. میگه مردم افغانستان که قربانی تروریسم هستن بی سالهای طولانی و ما 10,000 کودک و زن و مرد قربانی دادیم. ما اون وقت هم میگفتیم که احتیاط کنین که نبود دولت یا حضور یک اقتدار ضعیف در افغانستان خطرناک است برای شما هم. بعضی از کشورهای همسایه ما با کمال تأسف به گوش ندادن و افغانستان عمدن به یک نوعی وزیرستان تبدیل کردن و امروز خود
قربانی همون سیاست های اشتباه آمیز خود است. من طرفدار گپ شما هستم. آیا یک 11 سپتامبر صورت میگیره یا نمیگیره خب من نمیتونم پیش بینی بکنم، اما با کمال تاسف که گروه های زیاد تروریستی در خاک ما فعالیت میکنن و برای جلوگیری از این همانطور که عرض کردم ما نیاز به یک اقتدار مشروع ملی در داخل کشور داریم از یک سو که بر اصول یاد شده از جانب ما که در بالا اشاره کردم احترام بگذاره و در این زمان همکاری و صمیمیت با همسایه‌های خود. به معنی واقعی داعش و القاعده نیرومندتر از گذشته شده در افغانستان؟ به مراتب. من به یاد دارم سال 2013 رئیس جمهور وقت امریکا آقای اوباما آمار ارقام میداد و میگفتن که ما تقریبا حدود 30 و چند نفر از القاعده داریم در افغانستان و بیشتر نیست. طبیعی است که اطلاعات دقیقی که ما داشتیم نشان میداد که چنین نیست. همان وقت تعداد بیشتری از القاعده در پاکستان و در افغانستان کمتر حضور داشتن و همچنان با طالبان همکاری میکردن، طالبان آموزش میدادن، دست به فعالیت های تروریستی میزدن. بعداً اداره امریکایی تعداد به 45 و 70 و 80 رساند، ولی امروز با تأسف که تروریست های که به نام داعش خراسان یاد میشن و تروریست های القاعده به اعتراف خود امریکایی ها، به اعتراف سازمان ملل متحد و همسایه های ما پاکستان و ایران تعداد بیشتری در افغانستان فعالیت میکنن و در عین زمان فراموش نکنین سیاست گذاری غلط همسایه کلان دیگه ما چین که فکر میکرد طالبان یک رژیم همکار با آنها بروی کار میاره با طالبان باعث شد که اینا موجودیت تروریست های اویغور و ترکستان شرقی در افغانستان نبینن. تروریست هایی که در تبعی تاجیکستان هستن و علیه جمهوری تاجیکستان مبارزه میکنن، مبارزه مسلحانه. اینا هم واقعیت های دردناکی است که ما بدون همکاری وسیع منطقه‌ای و بین‌المللی نمیتونیم برای معضلات پیروز شویم. و ما چه باعث شده که داعش نیرومند شد؟ آیا ناتوانی طالب در مهارشان یا نادیده گرفتنشان؟ من فکر میکنم که ببینین از نظر ایدئولوژیک شباهت های زیادی بین بخشی از طالبان و داعش و سایر گروه های تروریستی وجود دارد. طالبان یک ترکیبی عجیبی از اسلامگرایی مدرن، جمع سلفیسم، جمع گرایشات قبیله‌ای هستند. یعنی تمامی عناصر ایدئولوژی در اینها میبینین. سالها گروه های تروریستی بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی افغانستان با اینا همکاری کردند. اینها چنان از نظر سازمانی و فکر با هم تنیده شدن که جدایی میان اینا کار آسان نیست، کار بسیار سخت است. من فکر میکنم که بیشتر کدام اراده برای کنترل اینها وجود ندارد، وگرنه امکانی که چون اینا میشناسن رهبران، اینا میشناسن جاهایی که آموزش میبینن و غیره، اگر رهبران طالبان از اینها حمایت نکنن امکان کنترل داعش است. اما چین هنوزم یکی از کشورهایی است که رابطه خیلی نزدیک با طالب دارد. خب این باید از چین پرسید. من متاسف هستم که من با سیاست خارجی چین آشنایی بسیار نزدیک داشتم. من مدت هاست ولی کدام رابطی با هیچ دیپلمات چینی ندارم و اما این یک سیاست اشتباه آمیز است. درست. اما نسل دوم طالب به مراتب بدتر از اولش است؟ اینطوری بگوییم نسل اول و دو نگوییم. من میخوایم بگوییم که توهم تبلیغاتی که خورد ما داده شد و دامن زده شد و عده‌ای که ادعا میکردن که غلط است، درست نیست، مثل من، اینا حتی تجرید شدن در سیاست افغانستان. ما میگفتیم که طالب تغییر نکرده، طالب اصلاح نشده، طالب 1 و 2 وجود نداره. شاید از نظر نسلی وجود داشته باشه، یعنی بعضی جوانتر باشن فعلا، اما از نظر ایدئولوژیک تفاوت در این است که طالب‌های دوره بیشتر، تفاوتی که با طالب‌های دفعه قبل دارن، بیشتر در استفاده از ابزار مدرن و رسانه‌های اجتماعی نو برای سرکوب و تحمیق
توده های مردم است، استفاده از تبلیغات است و اگر نه همچنان ضد زن هستند، اگر نه همچنان ضد دموکراسی هستند، همچنان ضد حکومت قانون هستند، همچنان از شکنجه و اعدام صحرایی و کشتار مخالفان خود استفاده میکنند، همچنان برای زبانها و فرهنگایی که با مذاق اینا خوش نباشه دشمنی میکنن. من شخصا کدام تغییر کیفی نمیبینم. و به تازگی هم طالبان خیلی تلاش دارن که شمار جوانترهای همسوی خودشان یا هم فکر خودشان را تربیه بتن بیشتر بسازن، چنان که مدارس بسیار زیاده به همین دلیل ایجاد شده. خب ببینین مدرسه های جهادی به ادامه سنت تعداد مدرسه های جهادی که قبلا بیرون از افغانستان موقعیت داشتند و حال در سایه اقتدار طالبانی و داخل افغانستان گسترش یافتند بیش از حد. همانطور که عرض کردم اینها هم از نظر ایدئولوژیک و تعلیم و تربیه جهادی پروری میکنن و هم از طرف دیگه با ارائه آموزش های نظامی به نام ایدئولوژی، به نام حکومت طالبانی یک نوع خطر جدی برای ما و کشورهای منطقه است، چرا تاکنون این امکانات در بیرون از مرزهای افغانستان محدود بود، با یکی از دولت‌های همسایه ما به صورت منظم حمایت میکرد، اما حالا خود اینها اینو به عنوان بخشی از ایدئولوژی، تفکر و زندگی نظامی خود میدانند. اگر اوضاع چنین ادامه پیدا کند، ما در 1-2 سال آینده با یک جمعیت کلانی از افرادی که هم از لحاظ فکری مسلح هستند و هم از لحاظ فیزیکی مسلح هستند روبرو خواهیم بود. این یکی از خطرهایی است که ما به او میخوایم بگوییم پرورش ساختاری تروریسم یا نهادینه شده تروریسم در درون افغانستان. ما میدانیم که قبلا نهادها و مؤسسه‌های تروریست پرور در بیرون از مرزهای افغانستان بودن، زیر نام مدارس فعالیت میکردن و اینا عده پرورش میدادن. اما سیاست فعلی است که به صورت یک کلیت، یک جمع افغانستان، جوانان افغانستان به مسابقه جوانان جهادی و جهادگرا و دشمن تمدن، دشمن دانش نوین و دشمن انسانهایی که با طالبان متفاوت میاندیشند پرورش بدن. این نه تنها در سیاست مدرسه سازی بازتاب میابه که گسترش تعداد مدرسه در مناطق گوناگون افغانستان، بلکه در مسائل تغییر کریکولم درسی، حتی مکتب‌های مدرن هم شما می‌بینید که یک نوع سیاست طالبانیزه کردن وجود داره. جامعه بیش از پیش به سوی یک مرد سالاری خشن پیش مدرن عقب مانده میره. جامعه پیش از دانش و مدنیت معاصر به دور میفته. در واقعیت یک جامعه جنگ دیدی کنده شده از چرخش تمدن بشری افغانستان هرچی بیشتر از کیهان تمدن دور میشه. پس پیامد خیلی سنگینه داره. بدون شک پیامد سنگینه. حتی محرومیت 50% از دختران ما، 50% از جوانان افغانستان از تحصیل و آموزش در همین سال مسئله نیست که ما بتوانیم به طی 10 سال یا 15 سال آینده پس ارتلافی بکنیم، حتی اگه طالبان نباشند. آقای اسپنتو، در حالی که امریکایی هم نگرانی از وضعیت افغانستان و از گسترش فعالیت‌های داعش القاعده داره، پس چطور که تو هنوز افغانستان را نادیده گرفتن؟ شما جدا فکر میکنین نگرانی دارن؟ وزیر خارجه. خب به هر حال برگردیم. ما در اینجی همونطوری که عرض کردم ما نمیخوایم دیگه کشور رو متهم بکنم، فقط هشدار میدم به عنوان یک شهروند عادی افغانستان که به جایی رسیدم که معتقد هستم نسل نو و نسل جوان بار امانت باید بگیرن و ما باید صرف تجارب خود انتقال بدیم از در زمینی روشنگری و شناخت. داعش خطر جدی برای صلح جهانی است. داعش خطر جدی برای ما مردم افغانستان است. داعش از آغوش جامعه ما برنخواسته. داعش یک پدیدی کاملا در آغاز بیرونی بود که به افغانستان داره نهادینه شده میره و این خطر جدی است. هر نوع سهلنگاری در برابر این تروریسم بهای سنگینی خواهد داشت. خیلی ممنون. تشکر. سلامت.